او را کدواده‌گذار طب جهانی می شمارند و در کره زمین با نام اویتسنا رمزی بخش تندرستی جهانی گشته است. ابوعلی ابن سینا فرزند نابغه تاجیک سال 980 در عهد سامانیان در شهر افشنه ماوراءالنهر به دنیا آمده است. الکی در 14 سالگی با حافظه قوی و دانش مستحکم سینا از آموزگارانش هم در بخش علم و دانش به پیش می گذرد. در 18 سالگی الکی کل علمهای زمان را از بر نموده و همچون نفری صاحب دانش شناخته شد. بزرگترین کتاب تحقیقاتی سینا القانون فی الطب 7 عصر در کشورهای اروپا کتابی اساسی درسی در ساحه طب مورد کاربرد قرار داشت. در این کتاب ابوعلی ابن سینا 860 نمود بیماری را پس از آموزش و تحقیقات و طبابت معلوم ساخته است. در القانون فی الطب که از 5 جلد عبارت است، راجع به بیماری‌های روحی، شکستندگی، آسیب بینی، بیماری‌های سرطانی، بیماری‌های درونی، معده و جگر، روده و دیگر بیماری‌ها معلوماتی دقیق و صحیح جای داده شده است که این کتاب با آموزش‌ها و علم‌کشایی‌های سینا اساس برای طب جهانی کرد. پس از اختراع دستگاه چاپکنی کتاب در اروپا، دومین کتابی که در جهان از نشر برآمد این کتابی القانون فی الطب سینا بود و در عصرهای 15-16 این کتاب 35 مراتبه گشته و برگشته به نشر رسیده است. اولین نفری که سرایت کننده بودن بیماری سیل و یا خود توبرکولیوز را کشف نمود این ابوعلی ابن سینا دانشمندی تاجیک است. او در زمان خود با دانش و تفکر بالا انگیزش دهندگان نانمایان این بیماری را توسط آب و هوا و زمین پژوهش نموده معلومات مکمل را عاید به این روند جمع آوری و پیشنهاد کرد. همچنین پس از آموزش های زیاد در جهان بار اول محض سینا معلومات پره را راجع به بیماری های مننگیت، دیابت، زخم معده و زرد پروین جمع آوری و معماهای طبابت چنین بیماری ها را کشاده است.